بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بچه های عزیز و قرآن دوست. آیات منزلات موعظة وبركات. آیات منزلات موعظة وبركات. منهجي هو في الحياة قرآني. منهجي هو في الحياة قرآني. یکی از بزرگترین نعمت‌های خداوند کتاب قرآن است. کتابی که همیشه جاودانه است. خداوندی مهربان که آفریدگاری همه ما و شما و جهانیان است، خوب می‌داند که ما چقدر قصه و افسانه را دوست می‌داریم. برای همین در کتاب قرآن قصه های بسیار آمده است که می‌خواهیم با هم آنها را بشنویم. پس به برنامه قصه های قرآنی خوش آمدید. السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. وصفین رسول الله لا تكسبوا مرضات الله وتحبوا بعضكم لله. السلام بچه های عزیز، آیا می دانید که ما آدم ها اونقدر توانایی یادگیری داریم که می توانیم از هر چیز و هر کس و هر داستان درس بیاموزیم؟ حتی از زاغ‌ها. نام قصه‌ای که امروز برایتان نقل میکنم این است: زاغی که زمین را کند. تا پایان با ما همراه باشید تا داستان را بشنویم. در گذشته‌های خیلی خیلی دور، آن دورانی که حضرت آدم علیه السلام پیر شدند و باید کسی را به جانشینی انتخاب می‌کردند، حضرت آدم بنا به فرمان خداوند رو به فرزندانشان هابیل و قابیل کرده گفتند: پگاه هر کدام چیز از دست رنج خود را برای قربانی به درگاه خداوند به بالای کوه ببرید تا جانشین تعیین گردد. قابیل کشاورزی میکرد و بسیار بخیل و تنگ نظر بود. او چند خوشه گندم نارس و سبز را انتخاب کرد و برای قربانی به بالای کوه برد. اما هابیل چوپانی میکرد. او جوان بخشنده و بلند نظر بود و خدا را خیلی دوست می‌داشت. به همین خاطر فربهترین گوسفندش را گرفته به بالای کوه برد و از خداوند خواست که این قربانی را از او قبول کند. ناگهان نور از آسمان بر زمین فرود آمد و گوسفند هابیل را با خودش برد. اما خوشه های سبز و نارس گندم قابیل دست نخورده باقی ماند. این نشانه پذیرفته شدن قربانی هابیل بود و این اتفاق اثبات گردانید که هابیل بنده خوب خداست و مطیع فرمان اوست، یعنی همه حرفهای خدا را گوش میکند. ولی قابیل از فرمان خدا سرپیچی میکند. با دیدن این صحنه هابیل خدا را شکر کرد، اما قابیل ناراحت شد و به برادرش گفت که او را خواهد کشت. در جنگل نزدیک آنجا چشمه بود. یک روز که هابیل کناری چشمه رفته بود تا آب بنوشد، قابیل آهسته آهسته برادرش را تعقیب میکرد. در راه الاغ مرده را دید که حیواناتی درنده و لاشخورها تمامی گوشت بدن او را خورده بودند. تنها چیزی که از او بر زمین باقی مانده بود چند قطعه استخوان بود.
قابیل یکی از استخوان‌های خری مرده را برداشت و به طرفی برادرش هابیل که کناری چشمه نشسته بود رفت و ضربه‌ای محکم به سرش زد و ناگهان هابیل در حالی که از سرش خون بسیار می‌ریخت به زمین افتاد و جان داد. قابیل پس از کشتن برادرش هابیل پیکری بیجانی او را برداشت و بی آنکه بداند باید چی کار کند در میان تپه ها و جنگل ها سرگردان شد و این در حال بود که لاشخورها بر بالای سری او به پرواز در آمده بودند تا در فرصت مناسب به بدن هابیل حمله کنند. قابیل متحیر مانده بود که با جنازه چی کار کند؟ کجا پنهانش کند؟ در این هنگام خداوند 2 زاغ را نزد قابیل فرستاد. زاغ‌ها با یکدیگر جنگ و دعوا کردند. سر و صدای زاغ‌ها توجه قابیل را جذب کرد. اندک بعد قابیل متوجه شد که یکی از آن 2 زاغ مرده است. با تعجب همچنان به آنها نگاه می‌کرد. کمی بعد دید که زاغ زنده با نوکش زمین را کند و زاغ مرده را درون خاک ماند و رویش را با خاک پوشاند و اینچنین زاغ مرده را پنهان کرد. قابیل که کار کلاغ را دید فهمید که چی باید بکند. او هم شروع به کندن زمین کرد و در همان حال با گریه گفت: ای وای، ای وای بر من از زاغ هم کمترم که نمیدانم با جسم بیجان برادرم چی کنم. این چی کاره بود که من کردم؟ این چی کاره بود که من کردم؟ افسوس که دیگر برادر ندارم. بله بچه‌های عزیز، خداوند به کلاغ امر کرد تا چگونگی دفن جسد را به انسان بیاموزد. این گونه شد که از زمان حضرت آدم علیه السلام انسان یاد گرفت میت یعنی انسان مرده باید در زیر خاک دفن گردد. خداوند عزیز در قرآن کریم می‌فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله. دوستان عزیزم، بسیار سپاسگزارم که تا انتها ما را همراهی کردید. تا برنامه دیگر و یک داستان قرآنی دیگر شما عزیزان را به خداوند مهربان می سپارم. خدا نگهدار.